محمد باقرов یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک پیام ویدیویی نظرش به حادثه‌های اخیر در این ولایت را بیان کرد. در این ویدیو که 13 دقیقه دوام میکند و باقر به زبان شغنانی حرف میزند، این لیدر غیر رسمی بدخشان از آن شکوه میکند که برای این دولت در وقتش خدمت زیاد کرد، به رتبه پلکوونیک و مقام فرمانده قسم حربی رسید، ولی بعد مصادره 736 کیلو بار بزرگ مواد مخدر که به گفته باقر به رئیس اون وقته ولایت تعلق داشت او را سیو کردند و از کار راندند. باقر میگوید او 30 سال باز تحت فشار مقامات قرار دارد و حالا باز از وی طلب دارند که خود را بسپارد. برای چی من باید خودم را بسپارم؟ من چه گناه کردم؟ میگوید وی. او از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواهش میکند که یک مرتبه فکر طرف او را هم شنود و سپس به قضیه عادلانه بها دهد که حق کیست و ناحق کیست. باقر 58 سال داشته در محله برخورق شهر خورق زندگی میکند. او را یکی از لیدرهای غیر رسمی پرنفوذ بدخشان میشمارند. اخیراً دادستانی بر اساس شکایت سردار اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف به ضد محمد باقرов نیز بر اساس 4 بند کودکس جنایتی با اتهامات چون استفاده زور نسبت نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم و برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز کردند. اما باقر این را رد میکند و میگوید با معلم فقط یک صحبت پدرانه کردم. از باقر همچنین طلب کردند که 6 تن از آدمانش از حساب ساکنان برخورق را نیز به مقامات بسپارد. آنها به تحقیر و زورآوری نسبت به نمایندگان دولت در روزهای اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در شهر خورق عیبدار میشوند. اما به گفته منابع بامداد باقر این معامله را رد کرده گفته است هیچگاه راضی نخواهد شد که به جای وی دیگران را به زندان اندازند. ولی افزود از باقر در صورت به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ گلبدین زیوبکوف آماده است در مورد شرایط تسلیم شدنش وارد مذاکرات شود. زیوبکوف یک ساکن 29 ساله دهه 17 نویه روشقلعه است که روز 25 نوامبر مرگ او بعد چند ساعت بازداشتش سبب اعتراضهای گسترده در خورق شد. مقامات بدخشان باقر را سرکرده گروه متشکل جنایتی میشمارند و اما گروه از ساکنان برخورق در یک مراجعتنامه از مقامات خواستند که از نقشه راه اندازی عملیات حربی برای بازداشت باقر و چند ساکن دیگر امین محله دست بکشند. مؤلفان مراجعتنامه گفتند واقعیت حال در بدخشان و از جمله در خورق نه به گونه است که مقامات تصویر کردنی میشوند. به عقیده آنها باقر نه جنایتکار بلکه نفری است که به ضد کروپسیا مبارزه میبرد و از مظلومان پشتیبانی میکند. ساکنان خورق چند روز آخر با نگرانی افزاینده منتظر شروع عملیات مخصوص به ضد باقر و طرفدارانش میباشند و به خاطر حمایت از این لیدر غیر رسمی منطقه نوبه‌داری شبانه روزی تشکیل کردند. ساکنان خورق میگویند راههایی که به طرف خانه باقر در محله برخورق میبرند الکی از محله خلیبزاد بسته شدند تا نیروهای ویژه گذشتن نتوانند.